میان میگن اتاقتون رو تمیز کنید، کارو بکنید، کار نگن اصلا نمیکنه اینا، ما اصلا نمیدونن از اینا بهش میگیم. توجه کنید ببینم کدومتون ریاضیش خوبه بره به بچه یاد بده، فردا امتحان ریاضی دارم. یاد نمیگیره به خدا بابا. من خودم به بچه‌م یاد میدم. اوه ماشاءالله شوهر، برو بهش یاد بده ببینم. بهش یاد میدم بابا، یاد میگیره. بابا نرو بابا، ولم کن، یاد نمیگیره بابا. من گفتم نرو بابا جون. مامان جون من بهش یاد بدم. قربون برم، برو ببینم دختر خوشگلم چیکار میکنه. برو ببینم. از همون اول تو میرفتی میمون. اصلا من غلط نکنم، یاد نمیگیرم دیگه. سلام عشقم. سلام خوشگل من، چطوری؟ کم زیاد سخت نگیر. آره کم 1 به اضافه 2 7 به اضافه 1 چند میشه؟ 130 به اضافه 8 چند میشه؟ 330 8 منهای 1 چند میشه؟ همون اولم رو دخترم حساب کرده بودم. پوستم خراب شد از بس استرس داد بهم. ولم کن تو رو خدا. نگاش کن آخرم خودم باید انجامش بدم. مامان جون من بهش یاد بدم. نه مامان جون تو نمیخواد چیزی یادش بدی، قربونت برم. لباس من تنه؟ بیار مامان جون. واسه درس میارم واسه. منو باباش قربونش بریم. منو درگیر خودت کن ننو. چیه بچه همه رو دیوونه کردی؟ سلام مامان. الان یاد میگیری یا نه؟ من با اون دیگه یاد میگیرم به خدا. آفرین. آره 333 2 به اضافه 1 میشه 3 4 به اضافه 2 میشه 3. پس سهم من آفغان. مانی چیه بچه؟ خودم من با خودت بیرون. تو خودم من میخوام برم بیرون خرید کنم، زود میام. سیر مادر من با خودت بر بیرون. سیر مادر برو لباس بپوش. من برم الان میام. مانی کجا رفتی؟ توی افسر چی داری؟ همین هم من نگفتم شبانه یه غذا بخورم؟ اگه نما غذا بخوریم سبا سنو دیگه اقصال نام بپس. صدا بیاد بالا بیشتر میزنم تو. مانی کدایی مامان کدایی؟ یکم آب بخوریم. راستی بچه ها فردا باید تمیزکاری کنیم. امشب زود بخوابید. اوی من تو یه هفته مریض شدم.